بشنو کیم بنیاد من سر میکشد فریاد من. بسیار سیرعرض سیرکار بود، همیشه از پای سرودهای نو میشد. Всегда смеялись очень долго. Пока сидели, всегда смеялись. موسیقیچی خوب بود. قریب در همه اسبابا به درجه اولیش می نواخت. اون بسیار خودش مثلا در نزد کامera، در نزد مثلا صحنه بسیار خودش مثلا طبیعی احساس میکرد. به نهایت نازکبین بود، به نهایت یک شخصی بود که موسیقی را درک میکرد. آهنگی که معقولش میشد و رفته شبها خودش ارنجیروفکه میکرد، خودش مینویست و آورده در خانه رادیو بعد ثبت میکرد. بسیار روان و راحت و لذت بخش می‌سراید کرامت الله. او زندگی را دوست می داشت، او عائله خود را دوست می داشت، او رفیقا و دوستان خود را دوست می داشت، او مردم خودش را دوست می داشت و بسیارتر در خدمت مردم بود. بشنو کیم بنیاد من سر میکشد فریاد. بشنو کیم بنیاد من سر میکشد فریاد من. اساسی شادروان مقدس را من شخصا رویه احمد ظاهر، مرحوم احمد ظاهر و حافظ نمایان هندوستان محمد رفیع را به خود مکتب شمردم و به آنها پیروی کردم و اینک در اساس این دو صنعتکار بزرگ من کمی هم باشد یک راهی مستقل خود را یافتم. در آغاز شهرتش یک مخلصی بسیار اشدی داشتند از سابق کافرنهان امروز وحدت. این جوان در همه کنسرت ها، در همه نمایشنامه ها با گل و گلدسته حاضر بود. ردکسیون را مکتوب باران میکرد، زنگ میزد و همیشه خواهش میکرد از کرامت الله سرود شنوانیم. و این مخلصی تا اندازه‌ای بود که حتی مثلا بعضی وقت شبه‌آور بود که این فناتیزم تا این درجه شدنش ممکن است یا نه. به هر صورت چند مدت گذشت، یک روز زنگ تلفنی شد برای ردکسیا و یک نفر خودش رو معرفی کرد، گفت من برادر فلان آدم هستم و خواهش میکنم که کمک کنید. گفتیم کمک به چه شکل است؟ گفت این یک همسایه دختر من فاتحه کرده است، یک سال زیاد میشد، هیچ نه که عروسی برپا شود، هم وقت تاخیر میگذارد، میگه که تا کرامت الله مهمان من نشود من توی برپا نمیکنم. خب با همین دلیل ما کرامت الله را راضی کنیم که به مهمانی اون کس رویم. خب دو سه نفر با ماشین کرامت الله ما به اون دیه رسیدیم و برابر دروازه را کشیدن تعجب کردیم. چند نفر دست آسیم برزدگی، یک برزگاو رسمون در دستشون میخوان که در پیش پای کرامت الله قربانی کنند. و البته کرامت الله بسیار پافشاری کرد و حتی بهانه گفت که اگر به این شکل مهمانداری کنید ما نمیستیم، برمیگردیم. خب به هر حال مهم نیست، اون را نمیدونم با گوسفند، با مور، با هر چیز دیگری عوض کردن. و مهم نکته اون است که همون شب تا دیر شب ما در خانه مهمان بودیم و تقریبا گوییم که کرامت الله برای یک نفر تا نیم شب آوازخوانی کرد برای همون مخلصش. شیدای قد و خال و خط و کشته یارم، اوی کشته یارم، در کوی بیم باده یکی مشتی غبارم، اوی مشتی غبارم. نشاخی گلی تازه و نشم چراغه، تا شوله جهت کوی نی سنگی مزارم.
یک زمان در شمال روسیه در شهر سورگوت بودم و یک جوان شناس شد با من و با بسیار اصرار کرد که اونم به مهمانی واییم. گفت که اگر مهمانی بیاید، اگر من یک چیز جالب براتون نشون میدم. وقتی خانه اون کس مهمان شدیم، همین یک برنامه مؤلفی من که با کارامتلا بود همون پخش کرد و من در تعجب افتادم که مثلا این مهاجر مهنتی در یک گوشه سرد روسیه مثلا همراهش مثلا این ترانه های کارامتلا را دارد. اما چیز جالب دیگر چیز بود. من با دسته فیته های وای که اون وقت در زمان فیته های ویخیس سوپر ویخیس بودن، کاسیت های ویدیو ماگنیتوفون من دقت کردم 5-6 فیته است که در هم نام کارامتلا نوشته است. پرسیدم که چرا این خیل؟ گفت که همین برنامه است و 6 تا نسخه اون است. گفتم برای چی کار میکنید؟ وقتی یک نسخه کافی نیست. گفت که مبادا یگانتش گم شد، مبادا یگانتش فیته ویران شد، من میخوام هر وقت داشته باشم. برای من بسیار عجیب بود، ولی اون تعجب من رو با بیشتر تعجب کرد. گفت که اکا حالا در دوشنبه هم 5-6 نسخه دارم از همین برنامه. من از آوان کودکی راستی گپ همه خیلی نیت داشتم که موسیقی شرق و غرب رو همه وقت در آمیزم، چون که هر دو مکتب به من بسیار پسند است و من بسیار عنصرهای خوبی این یا آن مکتب را به خود قبول میکنم و در صورتهای خود استفاده میکنم. چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم از چشمه وفایش آبی صفا ندیدم، از چشمه وفایش آبی صفا ندیدم. چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم، چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم. از سالی که شادروان کرامتالله قربان به دانشگاه دولتی صنعتی به نام میرزا ترسوزاده داخل شدن، از همون سال ماشیناس شدیم و وقتی شادروان کرامتالله در کورس یکم به در شروع کرد، من در وقت در کورس سیم تحصیل میکردم و سال اول مراسم پختچینی بود. در همونجا یک برنامه کنسرتی از طرف تمام دانشجویان شد، با اکاردیون صورت آمد. اینقدر زیبا خوند که تمام دانشجوها کفکوبی کردن، تمام دانشجوها نزدشان رفتن و شناسایی پیدا کردن. بعد از همین ما یک عکس یک جا داریم. تنها شدم تنها آسوده از تنها شدم، از بس که خوردم خوری جلو چیدم شدم. سالای اگر خطا نکنم 89 بود یا 90 بود. وقتی از مکتب برآمدم پسر کلانی من به صدمه نقلیاتی دچار شد. در بیمارخانه قره‌بالا بودیم که یک وقت بود که شادروان کرامتالله همراه خدا رحمتی عبدالرحمن آمدن، نینوازشون بود و ساکسوفونیست دیما میگفتن، هر چیشون آمدن همراه من تا بیگاه شیشت. بعد من ماندم اونجا و اسمت الله به ماشینی گفت، ماشینش کلی چند خیلی برآورده داد و گفت که اسمت الله ماشین خیلی روشن گفت با من شب میام گفت. و تا همین دمی که پسرچه من از بیمارخانه نبرآمد حتی در مسئله ماشین حرفم نگفت، گپم نزد. با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود، با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود. عزیزالله شریف گفتن که یک ترانه هست، مادر مرا ببخشا.
این ترانه به قلم رحمت نظری شاعری آن وقت جوان بودن، یعنی ما همکاری کردیم. این آهنگ را شما باور میکنید نمیکنید، من برای ارکستر سازهای ملی تنظیم کردم، تبدیل دادم، تکمیل نمودم. باری اول از آوازخوانان استراد همان وقته کرامت الله قربان این سرود را در سطح خیلی عالی ثبت نمودند و در یک مراتبه Некоторые люди говорили, что у Карумата сложный характер. Абсолютно не был он сложным человеком. Он к музыке серьезно относился. С людьми очень хорошо, очень веселый был. В компании всегда внимательно все его слушали, потому что он был хороший артист. Подражал хорошо всех, вот он всегда веселил публику. Веселый был человек. وقتی که با گلشن به کار آمد در مدت کوتاه سرودهای بسیاری را سرای ثبت کرد، یعنی که بسیار سرحرکت بود و بسیار با غیرت بود. همیشه از پس سرودهای نو میشد و بسیار سرمحصول بود. در حیات کوتاهش سرودهای بسیاری را ثبت کرد و مخلصان زیادی پیدا کرد و خیلی خیلی مشهور شد. یعنی که گلشن برای کرامت الله یک تکیه‌گاه بود، یک تکان داد برای ایجادیات وی و کرامت الله نیز ارکستر گلشن را زیب داد و سرودهای دست جمعانه نیز ما سراییدیم. سرودی سبزک لبیجو را ما یک جای سراییدیم، سرودی هادی لادیل را سراییدیم یک جای. سبزک لبیجو یارکی نبزک لبیجو، سبزک لبیجو یارکی نبزک لبیجو، دادر نشود سه برگه های لبیجو، دادر نشود سه برگه های لبیجو. کرامت الله قربان در سیوم آشیانه اون امین بینو در پهلوی راست بودن. ما در این جانب در انسامبل دولتی شش مقام فعالیت می بردیم و هر ترانه‌ای که یادم هست که هر ترانه‌ای که در استودیوی ثبت آواز ثبت می‌کردن مرا جیغ می‌زدن و فریاد می‌کردن که من دعوت می‌کردن که ترانه‌شون رو گوش اندازم و چون می‌رفتیم در رو هر دو در درون محکم می‌بستیم و گوش می‌انداختم به ترانه‌های جدیدی کرامت الله. بعد از اتمام آهنگ از من پرسان می‌شدن که چگونه است این ترانه، چی کم بودی دارد، من باید چگونه می‌خواندم. من راستی همون حسیاتی که همون زمانی دوره جوانی و دوره‌ای که نه به کار آمده بودم اون رو افشا می‌کردم و می‌گفتم که در سطح خیلی عالی است، خیلی خوب است. اما در جواب در پاسخ به اندیشه‌های من زود کرامت الله میگفت که نه، من باید این ترانه می‌سراییدم، من باید این ترانه رو، این شعر رو بود این گونه می‌سراییدم. من می‌خوام که ترانه‌های من جاودانه باشد و دل مردم زود راه یابد. پیوان برا دیر بری رنجور رسانه با رنجور رسانه، پیوان برا دیر بری رنجور رسانه با رنجور رسانه. وقتی من
توسط شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم که در خب جمهوری اسلامی افغانستان چقدر او رو قبول میکنن. مردم خب خیلی از او خوششون می آمد. از ترانه‌خوانی کرامت الله یک فکر میکردی که آنها فکر میکردن که یک صدای است برای آنها آشنا، بیگانه نیست، اینقدر دوستداری. کرامت الله جان بپرسم که اینا بار چندم است که به تشریف برن به کابل؟ این باری سوم است که به کابل. و تا جایی که ما خبر داریم به مزار شریف هم شما در مزار شریف نبودم. شما نرفتین، خرماجان بودن. بار سوم در چند سال؟ در مدت 6 سال. آهنگای که شما زیاد دوست داشته باشین از هنرمندای ما را کیها خود بود؟ از آوازخانه افغانه سادی کی خوشتان می؟ احمد ظاهر. مانند من آواره نیست آواره، هیچ کس مانند من دل داده نیست دل داده، هیچ کس در عشق میاره شده، مو به مو جا به جا افتاده نیست افتاده. و وقتی میدیدم که در مکتب هند فرض کردیم در هندوستان افسانوی ترانه میخوند، خودی مردم هند خب لذت میبردن و دست بلو میکردن و احسن میخوندن، آفرین میخوندن برای این ترانه سرای کرامت الله که چگونه به زبان آنها اینقدر شیوای و روان به زبان خود هندوها و یا خود ترانه های دری و یا تاجیکی رو اجرا میکرد. روزی طلبخوجا ستارов به من گفت که قدرت الله میدونید من یک سرود نوشتم با نام زندگی برای سپکتاکل تئاتر عبدالقاسم لاهوتی. این سرود همچون سرود نه، همچون یک پارچه از سپکتاکل صدا میداد و حالتی شد که و کرامت الله رو دعوت کردیم این سرود این پارچه رو از سپکتاکل خواندن و حالتی شد که کرامت الله قربان بسیار آدم فداکار بود میگوید طلبخوجا و یک روز حیران شدم از رادیو از تلویزیون میشنوم که کرامت الله قربانوف همین سرود رو همین سرودی من را طلبخوجا نقل کرده ایستاده است خوانده ایستاده است و ببینید که من حیران شدم که چقدر این سرود رو کرامت الله قربانوف عجایب تکمیل داده است. یک نامری کنسرتی تشکیل کرده تا به امروز همین سرود در اجرای کرامت الله قربانوف زنده و جاوید ماند. وقتی که وزارت فرهنگ طریق آزمون سرود عروسی اعلان کردن که در کار است نوشتم و نوتش بردم کرامت الله ده گفتم من بعد چند وقت دیگر من نرفتم پیشش نرفتم و ذوالفقار یک روز من در کجای دیدن و گفتن که اکا سرود شما رو کرامت الله خوانده است. من گفتم که من نشنیدم مالی. بعد وای چی داشت ماشین داشت ماشین ده میموندن که سرود را. بعد من همین قدر خرسند شدم همین قدر خرسند شدم با خونه رادیو برفتم مینادوری کردم. وقتی تو خوش بود دلی خوش رو زبان نماده داماد دلجو. همین کالینین یک پالاتکا بود هر روز همون دو دیگ آش میکنن دو دیگی کالون. بعد طرفخانه کرامت علمون
ошхона буд, палатка дошт, баъд берун ба мешитем боли алаф ба гилем партуфтаги. баъд мерафтем аз универсам оза ина бардоштан, ҳамон чизои карияги мегирифтем, сабзию, капуста. баъд ду табақи калон ош мегирифтем. як теше каромат худаш ҳамин танҳо мехӯрд. мо хай чоқ будем бисёр фарбича кун. лекин 4 даҳан мегирифтем, сир мешед ки каромат полностью ҳамон табақа мехӯрд. як аҷоиб буд. оша нағз медид бисёр. баъд худашам ҳамон оша худашам хушрӯй бисёр мепухт. музыкачиҳо ҳамин аз тоҷикҳо фақат тавлакчӣ буд. тавлакчӣ ё барабанҷ ва ударный тоҷик буданд. рустаму исмат. а музыкачиҳо ҳамешон европоӣ буданд. баъд баъзе чизо худаш талаб мекард ки ҳамон партия бояд шарқӣ навозад. барои мин менавохтанд, каромат гӯш мекард. баъд мегуфт ки ака ман ба ҳамин ҷош маъқул не, мумкин ман навозам ҳамина. баъд ҳамин зулфи парешона ҳамин нолешкатӣ, ин каромат навохтагӣ, ҳамон партия ҳамон навохтагӣ. сабтои ман ба асбоба наложениша каромат мекард. турки камона буру ман бандаи абрӯя, турки камона буру ман бандаи абрӯя, мулки ҳамаи дучи надҳам ба яке моя, мулки ҳамаи дучи надҳам ба яке моя. гуфти ки бади суҳо ғамно чӣ мегардӣ, гуфти ки бади суҳо ғамно чӣ мегардӣ. падари бузургворам ҳамеша орзу мекарданд, ҳамеша шабона рӯз аз пайи эҷод буданд, кор мекарданд, ба хотире ки сурудҳои он кас ҷовидона бошад ва ҳамин таврам шуд. ҳамеша орзу мекарданд ки ба монанди устодонашон, он устодоне ки пайравӣ мекарданд ба муҳаммадрафии ҳиндустонӣ, ҳофизи машҳури ҳиндустон, ба монанди шодравон аҳмади зоири бузургвор, ҳамаи онҳоро ба худ ҳамчун устод қабул карда буданд, ба равияи онҳо кор мекарданд ва оҳиста оҳиста дар оянда як роҳи худро ёфтанд, як мактаби ҳунари худро пайдо карданд. бубинед ки ҳазорҳо ҷавонон то имрӯз ин мактабро пайгирӣ мекунанд ва аз пайн ҳастанд. мо набудани падарҷонамро эҳсос намекунем, чунки дар хонаи мо, дар хонадони мо ҳамеша дар бораи падарам суханҳо меравад, дар бораи падарам бисёр нақлҳо мешунавем аз модарҷони азизам. садои он кас моро ҳеҷ гоҳ тарк намекунад ва дар зиндагӣ, дар идеали мо ҳастанд. мо ҳамеша падарҷони бузургро пайравӣ мекунем. ҳарчанд ки чеҳраи падарро рӯшан дар ёд надошта бошам ҳам, аммо вале яъне ки аз таронаҳояш, аз истеъдодаш, аз ҳунари волояш ӯро хуб дар ёд дорам.
جا سخنی ای ترکی کمان برو من بنده ای ترکی کمان برو من بنده ملکی همه دوچی ندهم با یکی ملکی همه دوچی ندهم با یکی